من همیشه فکر میکردم که چرا دخترها نمیتونن درایو کنن، چرا دخترها نمیتونن بایسکل سواری کنن، چرا نمیتونن موتورسیکل سواری کنن. به نام خدا رخسار ایوبزی هستم، عضو تیم ملی بانوان بایسکل رانی افغانستان و مربی تیم ملی بانوان افغانستان. 22 سال عمر دارم، به مدت 9 سال میشه که بایسکل سواری میکنم. در بایسکل‌های چینایی یاد گرفتم. وقتی که من بایسکل رانی کردم که مکمل یاد گرفتم، با من بسیار یک احساس خوب داد، زیاد لذت بردم. بعد از اون تصمیم گرفتم که من بایسکل به شکل حرفه‌ای یاد بگیرم که خوشبختانه تونستم بعدش که به طور کامل یاد گرفتم. عضو یک تیم شدم، بعدا عضو تیم ملی شدم. آرزوی هر افغان، هر جوان و مثل من صلح بوده و ما امیدوار هستیم آخر در افغانستان صلح می‌آید.